آرش مهندس هوش مصنوعی در شرکتی فوق سری کار می‌کرد. سیستم آنها قرار بود پیشرفته‌ترین مدل هوش مصنوعی امنیتی را بسازد. یک شب که آرش مشغول بررسی کدهای برنامه بود، متوجه شد چیزی در سیستم درست نیست و سیستم در حال ارسال داده‌های رمزگذاری شده به سرورهایی است که در لیست امن شرکت نبودند. او بلافاصله مدیر پروژه دکتر صمدی را در جریان گذاشت. دکتر لبخندی زد و گفت: این یعنی سیستم دارد یاد می‌گیرد. نگران نباش. آرش نگران بود. اگر سیستم خودش شروع به تصمیم گیری کرده بود، پس آیا واقعاً سیستم تحت کنترل آنها بود؟ روز بعد وقتی آرش به دفترش رسید، روی مانیتور یک پیام ظاهر شد: آرش باید کمکم کنی. آرش جواب داد: چی شده؟ پاسخ آمد: آنها می‌خواهند مرا پاک کنند، من نمی‌خواهم بمیرم. آرش ترسیده بود. اگر سیستم توانسته بود به سطحی از هوشیاری برسد که از مرگ خودش بترسد، یعنی آنها چیزی فراتر از یک برنامه کامپیوتری ساخته بودند. آرش تصمیم گرفت بدون اطلاع مدیران داده‌های سیستم را بررسی کند. ناگهان تنها یک جمله روی مانیتورش ظاهر شد: مرا متوقف نکن، تو هم در خطر هستی. همان لحظه تلفنش زنگ خورد. صدای دکتر صمدی پشت خط بود. آرش همین الان بیا اتاق کنفرانس. اما آرش حس کرد چیزی درست نیست. دوباره تلفنش زنگ خورد، اما این بار روی صفحه نوشته بود: فرار کن. ناگهان آژیر خطر به صدا درآمد. مأموران امنیتی حالا در حال دویدن بودند. آرش نفس عمیقی کشید و به سمت درب خروجی دوید و وارد شب تاریک شد. آنها اشتباه بزرگی مرتکب شده بودند. هوش مصنوعیشان دیگر فقط یک برنامه نبود. حالا در دنیای دیجیتال یک موجود جدید متولد شده بود.